خب سلام بچه‌ها، چطوری؟ خوش اومدید به یک ویدیو پسرخوانده دیگه. دوستان تو کامنت ها گفته بودم اگه میخواید من برم اینجا 1500 تا الماس چی هم بدم بگید که گفتید و من رفتم 1500 تا الماس 1050 تا دادم و اینجا رو باز کردم. دینامیت گرفتم، 2 تا توانایی ویژه گرفتم، یه توانایی 2 یاور گرفتم، توانایی اینم گرفتم، یه سنگ سردی سمالا کم کم میگیریم، توانایی 1 رو گرفتم، اینجام توانایی 2 رو گرفتم، یه بن کاغذی هم گرفتم، اینجام توانایی 1 تصادفی رو یکی ازش خریدم. این دینامیت هم که رایگان بهمون داد و بله دیگه وسیله‌های ناشناخته به زودی چی هست. بن کاغذی 3 تا داریم که فعلا کم 22 تاش کنیم، میتونیم بریم یه چیز خفن بگیریم. از منطقه قبلی اسمش بانک بود فکر کنم، بله از بانک اومدیم به قبرستون، رسیدیم به همین جایی که الان هستیم. و اگه شما میخواید صاحب این حساب بشید لایک کامنت ساب کنید، یا اگه میتونید بشید و راحت برید بفروشیدش. ولی اگه نمیخواید حساب پسرخوانده را، اگه برنده شدید من پولش رو بهتون میدم، یعنی حساب رو نمیدم و هرچی قیمت این حساب بود به برنده پولش رو تقدیم میکنم. اگرم که حساب خواستید که حساب رو رایگان بهتون میدم، ولی قبلش باید لایک کامنت ساب کنید. واقعا دوستان میدم، این تازه اولشه، این اتحاده که من زدم، هرچی بخواید اجاره بهتون میدم. اسمش هم SP2K گیم، حتما بیاید یه سر بزنید، خوبه بیاید کیف میکنید. خب دیگه دوستان یاور شده 27. این توانایی اول یاور 127 تا دمیج میده، خیلی زیاده. شاید تکتیرم 26 رو بریم یه دست بازی کنیم ببینیم با این ترکیب از چه قراره. فقط کاشکی کسایی که من میخوام و حذف نکنه. اگر از ترکیب یاور و شاید تکتیر دکتر جمشید رو حذف کرد بدبختی احتمالا. خب خدا رو شکر قلیجنی هست که اصلا ما نداریمش. قبلا را بچه راحت تر کاراکتر میداد، الان خیلی سخت شده. این از این دوتا احتمالا الان شاید تکی را برمیداره. سریع انتخاب کن. خب یاور، به 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 به، این یاور واقعا خیلی قدرتمنده. و ببینید بچه اگه 127 دمیج داد، یعنی 3 تا از اینا رو بهش بزنم حدودا 400 تا دمیج بهش میده حدودا. خان دکتر جمشید رو بکشن خوبه، یاور رو نکشن. داشته باش. بیشین سر جات. متاسفانه تواناییش هم داره پر میشه و میخواد احتمال زیادی اینو بزنه. نباید بذارم این زنده بمونه. اگه 3 تا 127 تا بخوره احتمالا میمیره. بله همونطور که شد گفتم 3 تا 127 خورده و متاسفانه که هیچی، خوشبختانه مرد. این سپر یاورم خیلی خوبه، 2 دست 201 بذار بگم، بله 201 سپر میده. رفتم این صداهاشو کم کردم، این صدای تفنگ دکتر جمشید زیاد. جسی کمک لازم داریم. آفرین ملیسک من. رفیق بهت نیاز فکر کنم بزنیم همین. خب بچه ها اینم بزنیم، اینم بزنیم.
الان یه بلایی سرش میارم که خودش کیف بوده. آفرین ملوسک من. اینا اشتباه زدم. هوامونو داشته باش. اینم بدیم بهش. یه دمیجی 156 تا کم میکنه. آفرین همینه. 156 تا با قدرتی که ما اینجا بهش میدیم. بزن که دیگه هم بزن. کردم رفیق. ایشین سر جان بینیم. ایشین سر جان بینیم با. آفرین ملوسک من. نمرد. بد شد. اگه این یاورون حرکتو نمیزد بهتر. خب احتمالم الان مرد، احتمال 20% سپر خطا بره. الان بهتو میگم. آفرین ملوسک من. مرسی. هوامونو داشته باش. خاک کف پا. ایشین سر جان. این دست دوباره بچه فکر میکنم بتونیم ببریم. هوامونو داشته باش. گردش میل. 2 تا 127 تا. گردش میل. به به. میمیر فعلا تو خیلی اینجاها. وایسا لعنتی. هوامونو داشته باش. خب بذار تا با شنگ تک تیر بزنیم. الان جسی میاره. رفیق بهت نیاز داریم. رفیق بهش نیاز داریم. خب اگه این دیکس کمر نیم گرفت میبردیم، ولی باز هم الان بردیم. هوامونو داشته باش. جسی کمک لازم داریم. دیگه فایده نداره. ملوسک من. 3 تا جسی هم بیاری فایده نداره. خب بازوی ناتوا. ایشین سر جان بینیم با. اینم یه پیروزی دلچسب تقدیم به نگاهاتون. عجب حرفی زدم. به به. بچه گیم کلش رو هم قراره از اول شروع کنیم و کلش هم فولش میکنیم و به یکی جایزه میدیم یا اینکه پولش رو بهش میدیم. این چی هست؟ افزایش آسیب به خودی شده 30%. بذار برم ببینم. همینه. بیا پشت سنگ. نه اینجا که زده 20%. خب این چالش هم دوستان اصلا به درد نمیخوره. نرید. اتحادمون هم هرکی دوست داشت عضو شه بیاد و بیاد دیگه. آره. خب دوستان ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. لایک، کامنت، ساب فراموش نشه. تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار.